بعد از 90 روز پروژه آقای زار به اتمام رسید. این پروژه با تفکر بازسازی و بروزرسانی ابنیه‌های قدیمی شروع به کار شد. نمای ساختمان از آجر نسوج استفاده کردیم و یک بازسازی کامل انجام دادیم. در ورودی کاملا تعویض شد و از سیستم CNC استفاده کردیم. کلیه فضاهای داخلی رو از محوطه داخل رو از کاشیایی استفاده کردیم، پورسلان، و از بالا شروع کنیم. سیستم حموم از حالت سنتی که در کنار هم بودن تغییرش دادیم و به یه حالت طرح کاشیایی سلطنتی استفاده کردیم. سقفش از حالت سقف‌های معمولی با کارهای منبت‌کاری استفاده کردیم. جکوزی و حمام و دوش و یه سوراخ خشک هم اینجا می‌خوره با درب شیشه‌ای مشکی. در ورودی کاملا تغییر کرد و درب ضد سرقت شد. ستون‌ها رو کاملا شروع کردیم. از کاغذدیواری‌های لوکس و سلطنتی استفاده کردیم در این فضا. نمای بیرون رو کاملا عوض کردیم، یعنی فضای بیرون داخل حیاط رو آجر کرد، از کاشی‌های طرح آجر استفاده کردیم و شیشه رو کاملا شیشه سکوریت انداختیم. فضای داخل از سقف سینمایی استفاده شد. سقف سینمایی استفاده شد که تقریبا میشه گفت به حالت تقریبا سه حالت است. دو نور مخفی که زاویه دید کاملا متفاوته. داخل خونه تقریبا 120 متر تک‌خواب بود، ما تبدیلش کردیم به یک خونه 120 متر سه‌خواب از رنگ طوسی، رنگ نقره‌ای. داخل این اتاق استفاده شد. سقفش رو کاملا متریال آزاد زدیم که از دو حاله نور استفاده شد. سرویس دستشوییش از سرویس از کاشی‌های سلطنتی با رنگ سفید استفاده کردیم. سقفش رو کاملا منبت‌کاری و فضای داخل سرویس بهداشتی رو کاملا بروز و سفید کردیم. کابینت ها از دو رنگ استفاده شد، رنگ قهوه‌ای تقریشی و سفید های گلاس. محوطه توی حیاط. توی حیاط از آبنما استفاده کردیم. آبنما با سنگ‌های مشکی باز هم و باربیکیو و محوطه حیاط که هم جای نشیمن هست و هم تقریبا یک محوطه برای خانواده. باغچه‌هاش هنوز کشت نشدن و تکمیل نشدن. این شیشه سکوریت فکر می‌کنم نور کافی به کل محیطمون بده. اما طبقه پایین، سیستم طبقه پایین کاملا متفاوتش کردیم، یعنی از اون فضای کاملا سنتی تبدیلش کردیم به یک فضای تقریبا مدرن. چراغ‌ها، ریموتشون از کاغذدیواری‌های کرم، قرمز و توسی به استفاده کردیم. قرمز به خاطر خاص بودنش برای بالای تخت و توسی به خاطر رنگ هایلایت و نور بسیار زیادی که توی محیط به وجود می آورد و کرم به خاطر مبدل بودن رنگ توسی. داخل این اتاق به خاطر کم نوریش از رنگ سفید و کرم استفاده کردیم. باز هم با همون سیستم خواب، یعنی در واقع یک اتاق 12 متری و یک اتاق 9 متری درست کردیم براش. و سیستمی که قراره به زودی یک باغچه کوچولو در این قسمت، یک باغچه کوچولو جلوی اوپن و یک باغچه کوچولو جلوی ورودی اصلی داشته باشه. افتخار می‌کنیم که بعد از 90 روز کار شبانه روزی فکر می‌کنم برای فردا شب پروژه آقای زار رو تقدیمشون کنیم. البته این پروژه یک تیوی روم داشته که این تیوی روم ما به جای اینکه نرده استفاده کنیم برای راه پله اومدیم از یک فضا استفاده کردیم، فضای سنگی با سنگ اسلب قهوه‌ای که فیلماشو هم انشالله فیلمای کارخونه هم براتون میذارم که برای خریدش رفته بودیم. افتخار میکنیم که بعد از 90 روز فردا شب پروژه آقای زارا رو تقدیمشون میکنیم با تشکر از احسان آقا و تیم طراحی و تیم اجرا، سنگکارهامون، گچکارهامون، کنافکارامون، کاغذدیواری کارامون و کسایی که توی این امر ما رو یاری دادن. شبتون بخیر.